سلام میکنم خدمت شما دوستان عزیز. من سمین علیپور هستم و اینجا گروه معماری علیپور. امروز در خدمتتون هستم با یه ویدیو آموزشی. در این ویدیو میخوایم نصب پلاگین ها رو یاد بگیریم و اینکه چطور برای ورژن های بالاتر بتونیم پلاگین نصب کنیم و همینطور از چه وبسایتی میتونیم پلاگین ها رو دانلود کنیم. در مرحله اول من سایتی که بهتون معرفی میکنم سایت extension.sketchup.com هستش که از این سایت میتونید حالا پلاگین های مد نظرتون رو دانلود کنید، ولی متاسفانه اینها کرک نیستن و به مشکل برمیخورید اگه لایسنس نداشته باشید. برای همین شما کافیه که یه سرچ کوچولو داخل خود گوگل داشته باشید، پلاگین هایی که کرک شدن رو دانلود کنید. من از سایت قوری تونستم پلاگین های خوبی دانلود کنم. شما میتونید به این سایت حالا مراجعه کنید و پلاگین هایی که میخواید رو دانلود کنید. خب چطور پلاگین رو نصب کنیم؟ من وارد برنامه اسکچاپ هم میشم. خب وقتی که وارد برنامه اسکچاپ میشیم، یک حالا تو ورژن های بالاتر یه تبی وجود داره به نام اکستنشن و یه گزینه داریم به اسم اکستنشن منیجر. روش کلیک میکنیم و این قسمت هوم اینستال اکستنشن رو روش کلیک میکنیم و حالا پلاگین هایی که دانلود کردیم که پسوندشون RBZه، اونی که حالا مد نظرتون هستش رو انتخاب میکنیم. من متاسفانه بعضی از پلاگینام کار نمیکنه، برای همین شاید پلاگینی که میزنم واسم نیاد بالا. مثلا من این رو میزنم، برای زاویه هستش، اوپن رو میزنم. فکر میکنم که پلاگین برام نیومد. الان یکی دیگر رو امتحان میکنم. اوپن رو میزنم. اگه بیاد به این شکل براتون یک حالا تبی باز میشه، یه تب جدید که میتونید حالا ازش استفاده مختلف رو بکنید. پلاگین ها به شما کمک میکنن که یه سری دستورات رو راحت‌تر انجام بدید. مثل حالا آسون ترینش اینه که مثلا واسه شما گوشه ها رو میتونن کرو کنن، میتونن پله براتون ترسیم کنن، عوض اینکه شما بخواید که حالا خودتون همه این کارها رو انجام بدید. و در نهایت خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. در این ویدیو تلاش کردم که در مدت زمان کوتاهی نصب پلاگین های مختلف رو بهتون آموزش بدم و اینکه شما با این روش میتونید همه پلاگین ها رو نصب کنید. فقط شرطش اینه که پلاگین مد نظرتون رو به درستی پیدا کنید و البته برای شما کار کنه. خیلی خوشحال شدم که تا اینجا همراه هم بودید. اگه نظری دارید مثل همیشه خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو بخونم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، برام کامنت بذارید. این ویدیو رو اگه دوست داشتید برای دوستاتون شیر کنید و یادتون نره که منو سابسکرایب کنید. خیلی ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.